سلام، من هێرمانم. ئەزانن تاریخچەی توماتێس چەست؟ کەی وارد غەزای جەهانی بوو یا چ غەزایەکی پێ دروستەوەیە؟ خۆ بڕین بزانین تاریخ چێجێ. شۆخێکی زەش کە کرماشانیەکانێکن ئەیژن تەماتە خۆراکی لاتە. زانین تاریخ چێجێ ڕاستەکەن یا نه؟ خاستگاه و سفر جهانی گوجه فرنگی از آمریکای جنوبی شروع شد. بومی کوههای آمریکای جنوبی است. اما سفر جهانی آن وقتی آغاز شد که کاشفان اسپانیایی در قرن 16 آن را با خود به اروپا بردند. این پایان ماجرا نبود، بلکه فقط شروع یک انقلاب غذایی بود. ثروتمندان می‌ترسیدند، فقرا آن را چشیدند. وقتی گوجه فرنگی برای اولین بار به اروپا رسید، ثروتمندان از آن به عنوان یک گیاه تزئینی در باغچه‌هایشان استفاده می‌کردند، چون فکر می‌کردند سمی است. اما فقرا که گرسنه بودند و چاره‌ای نداشتند، شجاعت به خرج دادند و این میوه قرمز را چشیدند و چه طعم شگفت‌انگیزی را کشف کردند. از خوراک فقرا تا سلطان آشپزخانه‌های جهانی کم کم گوجه تبدیل شد به یک عضو اصلی از آشپزخانه مردم عادی، حتی به آن می‌گفتند خوراک فقرا. ولی امروز پس از صدها سال این همان خوراک فقرا تبدیل شده به سلطان بی‌رقیب سس پاستا، پیتزا، سالاد و هزاران غذای دیگر. ثروتمندانی که روزی از خوردنش می‌ترسیدند، حالا کلی پول می‌دهند تا بهترین گوجه ارگانیک را بخورند. دفعه بعد که گوجه خوردید، به شجاعت فقرای قدیمی فکر کنید که دنیای طعم را برای ما تغییر دادند. به نظرتان چه غذایی الان هست که شاید در آینده به همین اندازه محبوب شود؟ در کامنت ها به ما بگویید. ئەمینژە لە تاریخچەی توماتێز